دژ محکم جنگلی 50 ساله در اطراف سبزوار نفسهای آخر را می کشد. در دهه 1340 پس از پژوهش و بررسی و صرف هزینه هنگفت با یاری مردم منطقه کاشت بوته‌های گون و تاق انجام می شود. تاق‌های شجاع 50 سال مقابل طوفان و شوری شنزار طاقت می آورند و اطراف دهستان‌های جنوب غربی سبزوار را تبدیل به جنگل‌های دست کاشتی می کنند که شنها چشمان کودکان را نیازارد. اما انگار زغال قلیانسراها و سود حاصل از فروش زغال تاق‌ها زورشان بیشتر است. سرنوشت گونها همان است که دکتر شریعتی اینگونه وصفشان کرده است: به جرم گستاخی در برابر کبیر از ریشهشان برمی کنند و در تنورشان می افکنند و این سرنوشت مقدر آنهاست.